یکی از بازیافت‌های جالبی که در اکسپوزیسیون استورخانه ملی به نمایش گذاشته شده است چراغ صفالی میباشد. این چراغ منسوب عصر 5 میلادی بوده از یادگاری کافرقلعه به دست آمده است. آن دستی ساخته شده بعداً در آتش پخته شده است. چراغ صفالی از یک پایه مرکزی کاسه شکل عبارت بوده در بالای آن 5 چراغدان خرد جایگیر است. 4 چراغدان کناری شکل نیم دوره داشته نوک باریک و کمی دراز دارند. چراغدان مرکزی چارکنجه مانند است. ساختار چند قسمی آن امکان میداد که چند چراغ در یک وقت استفاده شود که روشنی را در داخل بنا می‌افزود. آن اساساً برای روشن کردن داخل خانه‌ها و یا بناهای دیگر استفاده می‌گردید. احتمال دارد در مراسم‌ها یا عبادت‌های دینی نیز کار فرموده می‌شد. چراغ صفالی با مهارت بلند ساخته شده از هنر والای کلاهگران آن زمان شهادت می‌دهد. برای دیدن و از نزدیک شناس شدن با این اکسپونات نادر مرحمت به استورخانه ملی.